تصور کنید وارد یک غار قدیمی و متروکه می‌شوید. دیواره‌هایش پر از نقاشی عجیبند و ناگهان صدای پایی از اعماق تاریکی می‌آید. چیزی از آن سو دروازه غار شما را دنبال می‌کند. در یکی از روستاهای دورافتاده افغانستان مردم از یک غار قدیمی می‌ترسیدند. گفته می‌شد هر کس وارد آن غار شود هیچگاه به خانه بر نمی‌گردد. به این غار لقب دیوان خانه داده بودند، چون کسانی که زنده برمیگشتند دیگر مثل قبل نبودند. حرفهای عجیبی می‌زدند، با چشمانی بیروح و ذهنی پریشان. محمود مردی جوان و ماجراجو بود که به این خرافات باور نداشت. او تصمیم گرفت خودش به غار برود تا ثابت کند این فقط یک افسانه است. شبانه به همراه 3 دوستش راهی کوهستان شد. هرچه جلوتر رفتند هوا سردتر می‌شد. سنگ‌ها خیس بودند و صدای چکیدن آب در سکوت شب می‌پیچید. اما محمود گفت نترسید، این فقط صدای طبیعته. ساعتها گذشت، اما ناگهان یکی از دوستانشان به نام سهراب ناپدید شد. اول فکر کردند که از گروه جدا شده، اما وقتی صدای فریادش از اعماق تاریکی پیچید همه ایستادند. فریادی که انگار از 100 کیلومتر زیر زمین می آمد. محمود و دوستانش به دنبال صدا رفتند تا رسیدند به یک دالان باریک و تاریک. روی دیوارها نوشته‌های عجیب حک شده بود. نوشته‌هایی که انگار با خون کشیده شده بودند. هیچ کس جرأت خواندنشان را نداشت. در همین لحظه دروازه ورودی غار بسته شد. با ترس لرزان به راهشون ادامه دادند. از انتهای دالان بوی عجیبی می آمد. بوی مثل گوشت سوخته. آنها به اتاقی رسیدند. اتاقی که دیوارهایش پر از رد دست بود و در گوشه اتاق سهراب نشسته بود. چشمانش باز، بدنش می لرزید و به دیوار خیره مانده بود. با صدای لرزان گفت از اینجا نمیتونیم بریم، او منتظر ماست. در همان لحظه صدای قدم‌های سنگین و آهسته از پشت سرشان شنیده شد. صدا نزدیکتر و نزدیکتر میشد. دیواره‌ها شروع به لرزیدن کردند. چراغ دست محمود خاموش شد. در تاریکی نفس‌های سنگینی شنیده میشد، اما نه از دوستانش، بلکه از چیز دیگر، چیزی که نفس میکشید، آرام ولی با خشم. محمود حالا فهمید